قصهش درازه. کجا؟ یه چی با من بودم، حاجی نصر، رضا 500، علی فرصت، آره اینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود. کریم؟ کدوم کریم؟ کریم آق منگل میشناسیش؟ آره از ما نه از اون، آره که بریم دوا خورید. تو نمیری به متقاصد، از ما تو نخش نبودیم. آره نه گاز دنده دم هتل کوپای دربند اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آبجو جور شد رو تخت نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم حالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم حالا به سلامتی جمع پاتیل پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا آش خلی نامت ساقی شد، گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا، گفت به سلامتی میتی تو نمیری به متقسم خلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب نه، تو جیب ساعتی دامندار اومد بیرون، رفتم اومدم دیدم کسی نیست، همه خوابیدن، پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مهران بغل این نرقه فروشیه، اومدم پایین یه سر هیکل میزونه اینجوریه زد بهم افتادم تو جوک، گفتم هتت، گفت افت یکی گوشت تو گوشم، گفتم نامردا دوشم زد اولیش قایم‌تر زد، دست کردم جیبم که برم و بیام چشم وای کردم از خونم. حالا ما همه گفتیم زدیم، شما بگین زده. آره خوبیت نره وارد کن.